کشورهایی که در جنگ سوم جهانی نابود خواهند شد. نمبر 15 ایندیا، هندوستان. کمبود منابع دفاعی، همچنان ضعف در کنترل مرزها با بنگلادش و مهاجرت‌های غیرقانونی از جمله چالش‌هایی اند که امروز هندوستان با آنها دست به گریبان است. آغاز جنگ جهانی و اشتراک در آن تنها وضعیت هند را بدتر خواهد ساخت. مهاجرت غیرقانونی به این کشور باعث ازدیاد هرچه بیشتر جمعیت گردیده که به کمبود منابع غذایی و خرابی وضعیت اقتصادی هند خواهد انجامید. گرانی و بالا رفتن قیمت‌ها باعث از بین رفتن طبقه متوسط در جامعه گردیده و همه را به زیر خط فقر خواهد کشانید. با آنکه گفته می شود هند سومین ارتش دنیا را دارد، اما با آغاز جنگ جهانی و با فرستادن سربازان برای جنگ در کشورهای دیگر، این کشور باید مصارف گزافی را متقبل گردد. حتی امروز شاهد سقوط روزافزون پول این کشور در برابر ارزهای خارجی هستیم. نمبر 14 ایجیپت، مصر. در جریان جنگ فلسطین، این کشور در ائتلاف عربی با کشورهای چون سوریه، عراق، سودان و لیبیا در پی حمله بر اسرائیل بوده است. گذشته از این، اقتصاد مصر وابسته به زراعت یعنی کشاورزی و صنعت است. با آغاز جنگ مصر می تواند تامین کننده خوب غذایی و ماشین آلات باشد. مهمتر از آن، مصر کانال سوئز را در اختیار دارد، آبراهی که از طریق آن جنگ افزار و بشکه‌های نفت انتقال خواهند یافت. کانال سوئز آنقدر مهم می باشد که هر کشوری خیال تسلط بر آن را دارد. وضعیت بد اقتصادی مردم مصر و تراکم جمعیت اوضاع درونی مصر را بدتر خواهد کرد. همچنان پیش بینی می گردد و فیلم تحقیقاتی که در این زمینه تهیه شده نشان می دهد که اسرائیل بر مصر حمله کرده و نام مصر را از نقشه جهان پاک خواهد کرد. نمبر 13 فرانسه. فرانسه در جنگ با دولت سوریه اشتراک داشته است. نیروهای فرانسوی از سال 2014 به طور گسترده هم در عراق و هم در سوریه مشغول جنگ می باشد. همچنان فرانسه در پی نابودی جهادی ها در افریقا می باشد. بعد از حملات پاریس مشخص شد که فرانسه به صورت قطعی آماج حملات تروریستی قرار خواهد گرفت و نابود خواهد شد. حتی اگر زمانش برسد و تروریستان جنگ افزار هسته‌ای به دست بیاورند، فرانسه را هدف بمب هسته‌ای قرار خواهند داد. نمبر 12 کره جنوبی. در همسایگی با یک کشور نچندان آرام، کره جنوبی چه بخواهد و چه نخواهد به احتمال زیاد وارد جنگ سوم جهانی خواهد شد و این احتمال زمانی قطعی می گردد که کیم جونگ اون بخواهد بر علیه ایالات متحده کاری انجام دهد. اگر کره جنوبی با کره شمالی متحد گردد خوب، در غیر آن مرز کوچکی که میان این دو کشور است توسط شمالی ها در هم شکسته و رابطه جنوبی ها را با جهان بیرون برای همیشه قطع خواهند کرد. نمبر 11 ایران در حال حاضر با اسرائیل و امریکا در حال کشمکش و ناسازگاری قرار دارد. اضافه شدن عربستان سعودی و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در جمع مخالفین این کشور اصلاً خوشایند به نظر نمی رسد. ایران روابط تنگاتنگی با حزب الله لبنان دارد، یعنی در صورت وقوع جنگ یکی از دیگری حمایت نظامی خواهند کرد. در صورتی که امریکا بخواهد موشکی را به طرف تأسیسات هسته‌ای ایران شلیک کند، منجر به شروع جنگ جهانی خواهد گردید. جنگ دراز مدت با ایالات متحده در پی اوج گرفتن قیمت نفت منجر به رکود اقتصادی خواهد گردید، چون اقتصاد ایران وابسته به صادرات نفت است و کشورهای زیادی از ایران نفت می‌خرند که در پی بالا رفتن قیمت نفت کشورهای زیادی قادر به پرداخت دوباره پول ایران بابت خرید نفت نخواهند بود. نمبر 10 انگلستان به خاطر حملات هسته‌ای شدیداً نگران است. این نگرانی بیشتر به خاطر شلیک موشک از روسیه و یا از یک زیردریایی روسی می باشد. این کشور همکنون روی سیستمی کار میکند تا در صورت وقوع چنین رویدادی پیامک‌های اتومات برای شهروندان انگلستان ارسال گردد. از جانب دیگر این کشور قرار است با نیروهای عظیم و پیشرفته‌اش وارد جنگ سوم جهانی گردد.
اما در صورت حملات اتمی وسیع این سوپر قدرت برای همیشه خاموش خواهد شد. نمبر 9. اسرائیل در پی حمله بر آزمایشگاه‌های احتمالی هسته‌ای سوریه در سال 2007 جایگاهش را در جنگ سوم جهانی مشخص ساخت. این کشور قصد دارد با کمک امریکا ایران را تصرف کند، اما قبل از آن می‌خواهد جنگ فلسطین اسرائیل را خاتمه داده و یکی از آنها کنترل شهرک‌ها را به عهده بگیرند. حتی اگر موجودیت مصر و اردن در همسایگی اسرائیل را نادیده بگیریم، مناقشات داخلی در این کشور از جمله جدال بر سر بیت المقدس، شهرک‌سازی و غیره باعث خواهند شد اسرائیل از هم بپاشد. نمبر 8. پاکستان کشوری که در حال حاضر روابط بسیار سردی با همسایگانش دارد، وضعیت اقتصادی چندان خوبی نیز ندارد که از پس جنگ جهانی بر بیاید. با پدید آمدن یکباره داعش در مناطق مرزی این کشور دور از انتظار نیست که گروه‌های تروریستی در این کشور رول اساسی را در بروز جنگ جهانی سوم بازی کنند. این بدان معناست که در صورت حملات تروریستی بر ایالات متحده، روسیه و ناتو، آنها نیز متقابلاً بالای پایگاه‌های تندروان در پاکستان حمله کنند. استفاده از بمب اتم بالای تروریست‌ها دور از انتظار نخواهد بود، چنانچه سیل عظیمی از افراد داعش در پاکستان پناه آوردند. به خاطر موجودیت این افراد هم که شده پاکستان عمیقاً خسارت خواهد دید. نمبر 7. افغانستان کشمکش‌ها در این کشور از سال 1984 یا 1984 یا 1984 آغاز شد، زمانی که قرار شد خط لوله نفت از آذربایجان و قزاقستان از طریق افغانستان و پاکستان به هند انتقال یابد. آذربایجان و قزاقستان در آن زمان شامل اتحاد جماهیر شوروی بودند که این مسئله برای امریکا قابل قبول نبود، به همین خاطر باعث شد جنگ شروع شود. در نتیجه چندین دهه جنگ افغانستان جایگاهش را به عنوان بزرگترین تولید کننده تریاک تبارز داد. امروزه تجارت مواد مخدر با تمام کشورهای آسیایی در آمد کلانی به حساب می آید. می دانیم که برنده جنگ کسانی خواهند بود که پول دارند و منبع پول نفت است و تریاک. پس ابرقدرت‌ها خیال ندارند به این زودی‌ها دست از سر این کشور بردارند. نیروهای ضعیف دولتی نیز قادر به دفاع از سرزمینشان در برابر تهاجم بیگانه نخواهند بود. نمبر 6. عراق بعد از بیرون شدن سربازان امریکایی از عراق، بی‌ثباتی اقتصادی در این کشور خودش را نمایان ساخت. بر علاوه آن شیعیان تحریک شدند تا سنی‌ها را بکشند و سنی‌ها دست به حملات متقابل زدند که چیز جز هرج و مرج و بی‌نظمی در داخل کشور را به همراه نداشت. خیلی از عراقی‌ها به سوریه رفتند تا در جنگ داخلی آن کشور شرکت کنند. موجودیت منابع عظیم نفتی هم برای عراق و هم برای مردم عراق مصیبت بار بوده است. این کشور گروه‌های مختلف تروریستی را در خود جای داده که هر زمانی می توانند آغازگر جنگ جهانی باشند. وضعیت عراق زمانی فاجعه بار خواهد شد که کشورهای غربی جنگ را ببرند و داعش و حکومت اسلامی در عراق سلاح‌های هسته‌ای و یا سلاح‌های کشتار جمعی به دست بیاورند. نمبر 5. چین. احتمال می رود که چین روسیه را در جنگ سوریه یاری رساند. چین در حال حاضر به خاطر مناطق تحت قلمرو خود در آروناچال پرادش با هند اختلاف دارد. از جانب دیگر هند یکی از دوستان و همپیمانان مهم امریکا به حساب می آید که جنگ چین با امریکا روابط این کشور را با هند تیره خواهد ساخت. چین به نهایت وابسته به تجارت دریایی با کشورهای بیرونی می باشد. جنگ باعث توقف تجارت چین با قسمت‌های دیگر جهان خواهد گردید. از طرفی این کشور 90% وارد کننده نفت به حساب می آید که در زمان جنگ به بحران کمبود نفت مواجه خواهد گردید. مرز آبی طولانی نیز چین را آسیب پذیر ساخته است، طوری که هر کشوری قادر به تهاجم بر چین خواهد بود. نمبر 4. روسیه یکی از کشورهای آغازگر جنگ جهانی سوم می باشد. کشیدگی با اوکراین، ترکیه و مداخله در جنگ داخلی سوریه پای روسیه را به جنگ سوم جهانی قبلا کشانیده است.
روسیه به عنوان یکی از قدرت‌هایی که دارای بیشترین تعداد کلاهک‌های هسته‌ای است، بیشتر از هر کشوری ویران خواهد شد. اختلافات شدید روسیه با ناتو می‌تواند منجر به جنگ جهانی سوم گردد. کشورهای هممرز با روسیه نیز در پی تشعشعات امواج رادیواکتیو آسیب خواهند دید. چون اقتصاد روسیه وابسته به صادرات نفت و گاز است، بلند رفتن قیمت نفت و گاز اصلا منطقی به نظر نمی‌رسد. چون کشورهای دریافت کننده نفت و گاز قادر به خرید آن نخواهند بود. سوم، سوریه. جنگ داخلی سوریه بیشتر از 4 سال است که دوام کرده است. جنگ طاقت فرسا و ویرانگری که در پی آن بیشتر از 250,000 نفر جانهایشان را از دست دادند. سهم گرفتن کشورهای مختلف در پشتیبانی از گروه‌های جهادی و یا در از بین بردنشان زمینه نابودی کشور و مهاجرت میلیون‌ها نفر را فراهم ساخته. جنگ سوم جهانی از همین جا قبلا شروع شده و اگر چنانچه ادامه پیدا کند، گمان می رود سوریه تبدیل گردد به یک خرابه متروکه که تنها تروریست ها آن را اداره خواهند کرد. به هر حال موجودیت داعش در این کشور مصیبت بار تلقی می گردد. نمبر دوم، نورث کره، کره شمالی. این کشور با داشتن رهبری دیکتاتور چون کیم جونگ اون تسخیر ناپذیر به نظر می رسد. این کشور همچنان دارای تعداد زیاد نیروهای مسلح می باشد و آزمایش‌های هسته‌ای محرمانه این کشور دیگر محرمانه و پنهانی نیست. در صورت وقوع جنگ سوم جهانی احتمال می رود که کره شمالی کره جنوبی را اشغال کند، در پی ازدیاد سربازانش باشد و دست در دست روسیه داده به صورت مشترک با دشمنان خود به جنگ بپردازند. اول، United States of America، ایالات متحده امریکا. با آنکه امریکا بزرگترین اقتصاد جهان را دارد، به همین اندازه بزرگترین قربانی جنگ جهانی سوم نیز خواهد بود. این کشور هدف حملات کشورهای چون روسیه، ایران و کره شمالی قرار خواهد گرفت. چنانچه ایالات متحده در نظر دارد تا در صورت وخامت اوضاع از مادر تمام بمب‌ها بر علیه ایران استفاده کند. نه تنها خاک این کشور و پایگاه‌های نظامی آن، بلکه این کشور از نگاه اقتصادی نیز متاثر خواهد شد. جنگ باعث تورم وحشتناکی در داخل کشور گردیده که اگر دولت کاری نتواند بکند باعث از همپاشی اقتصاد آن خواهد گردید. چنانچه دونالد ترامپ ادعا کرده و این میتواند درست باشد که ایالات متحده بعد از جنگ جهانی سوم را من یک کشور عقب مانده جهان سومی میبینم. تشکر و خدا نگهدار.